فردوس رو دوست دارید؟ بهشت فردوس. الله، تو رمضان دیگه هر 80 درش باز میشه آنلاین. قبل از اینکه به فردوس اعلی برسید، به اون بهشت برسید، باید در دنیا در بهشت باشید. اول باید دنیاتون بهشت باشه، بعد اونجا بهشت داشته باشید. قبل از اینکه دنیاتون بهشت باشه، باید درونتون بهشت باشه تا دنیاتون بهشت باشه. پس اول بهشت تو سینه لازمه، بعد دنیاتون بهشت میشه، بعد اون بهشت فردوس نصیبتون میشه. در بهشت فقط آرامشه، فقط صفا و صمیمیته، فقط محبته، هیچ عقده‌ای وجود نداره، هیچ عوارض منفی وجود نداره. روبروی هم تختای از تختای بهشتی نشستن، اتوماتیک میاد بالا میره پایین. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانا، درسته شیخ؟ علی سرر متقابلین. هر جا اشتباه خوندم بگید. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. خداوند میگه ما وقتی که بهشتیان وارد بهشت میشن، هرچی غل و کینه و حقد و حسد از سینه هاشون میکشیم بیرون. این دل میشه پاک بهشتی. روبروی هم رو تختای بهشتی میشینن، از محبت و نگاه هم دیگه سیر نمیشن. سبحان الله. این تخت خودش میره بالا میاد پایین، شاخه درخت با میوه هاش با خوشه هاش میاد کنار دهنشون. سبحان الله. لعابتون سرازیر شده، آب دهنتون کم کم داره سرازیر میشه، بوی بهشت داره میاد. اشکال نداره 4 قطره اشک هم بریزید برای وقتی این صحبت ها میشه دلتون هوایی بشه، هوای فردوس اعلی بشه. اونجا اسمش دارالسلامه. یه دارالسلام هم داریم پای تخت بروناییه. اون دارالسلام یه چیز دیگه است، پای تخت برونایی یه چیز دیگه است. اون دارالسلام فادخلوها سلام. سبحان الله. دیگه بزرگترین لذتی که بهشت اصلا فراموش میشه، هوش و حواس از انسان تو بهشت میگیره وقتی که خداوند پرده بلند میکنه، دیگه من همون رب العالمینم که در دنیا رو به قبله میایستادی. سبحان الله. انگار که بهشت فردوس دیگه وجود نداره. اون دیگه چیه که انسان وقتی شایسته و لایق میشه که خداوند پرده رو بلند بکنه بگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون روز دیگه صورتهای همینجور میدرخشه. یه لامپ گازی تو صورت من بذارن چقدر روشن میشه صورت من؟ اگه سیاه و سبزم باشم سفید میشن. یه پروژکتور بذارن، نور افکنی بذارن تو صورت من، 10 تا بذارن تو صورت من، چی میشه؟ اگه نور آسمان ها و زمین بذارن تو صورت من، اون الله الله نور السماوات والارض منعکس بشه تو صورت تو بهشت، دیوونه میشه. بهشت رو فراموش میکنی، جوی عسل فراموش میکنی، جوی شراب فراموش میکنی، جوی شیر رو فراموش میکنید. اون خوشه های میوه های متنوع و بهشتی فقط در اسم با میوه های دنیوی. هیهات بین انار بهشتی و انار، بین انگور بهشتی و انگور اونجا همش مزه است، شکم ورم نمیکنه. تو دهانت که میذارید نعمتهای بهشتی آب میشه، همون شو، فقط مزه است. نه اینکه 4 تا خرما خوردی یا 4 تا دونه انگور خوردی شکمت ورم بکنه دیگه نتونی بخوری، باید بری دستشویی. اونجا دستشویی نیست، کسی مدفوع نمیکنه، کسی ادرار نمیکنه، فقط مزه است.
اینا شما رو دیوانه نمیکنه؟ مثل مور و ملخ جوانها باید بریزن به مساجد، مثل پروانه هایی که دیوانه‌وار دور شمع جمع میشن. درهای خانه خدا در دنیا بازه. جوانای عزیز، در هر گوشه دنیا که هستید، در اروپا، در آمریکا، صدای منو میشنوید، این صدای یک دوسته، یک برادره که شما رو دوست داره. خواهرم، در هر کجا که هستید، در آسیا، در آفریقا، در اروپا، در آمریکا، در ایران عزیزمون، شیعه و سنی، خدا مال همه است. شکر خدا بکنید که خدا مال یک قشر خاصی نیست، مال شیخا و آخوندا نیست، فقط خدا مال همه است. خدا مال لاتان هست، همون لات هم بنده خداست، همون بی‌حجاب هم بنده خداست. نباید ناامید بشه. وقتش رسیده که آشتی بکنیم با الله. برادران و خواهران افغانی عزیزم که در کشور دوست داشتنی افغانستان صدای برادرشون میشنوم، برادر و خواهرای عزیزم که و دوست داشتنی هم که در کشور تاجیکستان، این کشور عزیز و دوست داشتنیمون که واقعا دوستشون داریم، میزبانان خیلی خوبی بودن، ما 10 روز مهمانشون بودیم با ستار، واقعا حال و هوایی داشتن. برادران ازبکستانیمون، برادرانمون تو روسیه و هر کجای دنیا که هستن، امروز فضای مجازی واقعا نعمت بزرگیه. من راحت میتونم با برادرها و خواهرانم به زبانهای مختلف در هر کجای دنیا صحبت بکنم. دوستتون داریم، احبکم فی الله. میخوام که بدرخشید، میخوام که هم خداتون رو پیدا بکنید، هم خودتون رو پیدا بکنید. فرصت خیلی کمه، عمر ما کوتاهه، با غفلت کوتاهترش نکنیم. عمرمون خیلی کوتاهه، با غفلت کوتاهترش نکنیم. چند چیز شد برای موفقیت: 1 نیت، 2 هدف، 3 تلاش درست با برنامه، با حضور کارشناس و مشاور، 4 توکل. خدای این تلاش ما بود، خودت این تلاش ما را با برکت و پربار بساز. این معنی توکله. میتوانم، خدایا یاریم کن. این میتوانم ما باید بگیم حضور در زندگی، در صحنه، در برنامه، در جامعه، در جاهایی که نیاز داریم و در جاهایی که دیگران به ما نیاز دارن. ما 2 جا باید حاضر بشیم: جایی که نیاز خودمون رو برطرف بکنیم، اون جایی که خودمون نیاز داریم هم نشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید، و جایی که بریم نیاز برادر و خواهرمون که به ما نیاز دارن، به کمک ما نیاز دارن، نیاز اونها رو برآورده بکنیم. هم خودت قوی میشی، هم دیگران تقویت میکنی. چند تا شد؟ 5 تا؟ 6م دعا. همین دعاهایی که برادرمون ستار میکنه، این اللهم 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 تواضع. خدایا قبول بفرما، خدایا برکت بده، خدایا قبول بفرما، خدایا توفیق بده. دعا رو دست کم نگیرید. دعا اصلا همه چیز رو زیر رو میکنه. دعا تحول آفرینه. دعا از خدا کمک جستنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الدعاء هو العباده. دعا اصلا عبادته. دعا رو فراموش نکنید. بعضی از آن که میخونن چه یا 10 سلام که خوندم میرم بیرون، و کاری نداره. شافعی هستی، حنفی هستید، هر چه هستید، نماز ود چند روش وارد شده. خدا مؤاخذت نمیکنه اگه من رفتم بلوچستان پشت یه سر امام، یا رفتم ترکیه یا
هر کشوری که احنافن پشت سر حنفی نماز خوندن، نماز ود خوندن، قبوله. شما هم پشت سر شافعی نماز بخونید، چه مشکلی داره؟ صف خالی نکنید. امیدوارم که هر 6 تا چیزی که گفتم انشالله با جدیت تو زندگیت بیارید، داشته باشید، تکیهگاهت باشن و با عزمی راسخ رو به جلو و خبرهای خوشی از تون بشنوید. یه تقاضای کوچولو هم دارم، اگه حق بهم بدید برای منم دعای خیر بکنید. برای خانوادم 6 تا فرزندم، 3 تا پسر 3 تا دختر. من هر کاری ازم بر بیاد، هم دعا، هم تلاش، هم حمایت، هم حضور در کنارتون تا جایی که وسع و توان داشته باشم. ولی این تقاضای برادرتون از شمایی است که دوستشون دارم و دوستم دارم. برای منم دعای هدایت بکنی، خدا هدایت هم بکنه، خدا ثابت قدم بکنه، خدا توفیق خدمتگزاری رو از ما نگیره، از ما و شما نگیره. بچه های منم خدمتگزار بچه های شما باشن. خداوند آخر و عاقبت همه ما و شما رو به خیر خاتمه بکنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. پروردگار اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما هست اونو به ما عطا بفرما. خدا از تقصیرات ما در بگذر. این شبهای مبارک، روزهای مبارک را از همراه نصیب ما بفرما. پروردگار راه خیلی طولانی است، پرپیچ و خم هست، توشه لازم هست. خدایا توفیق توشه برداری نصیب بفرما. بهترین توشه تقواست. تزودوا ان خیر الزاد تقوا. خدایا تقوا نصیب بفرما. خدایا علم و بیداری و آگاهی نصیب بفرما. خدایا توحید کاملی که در اون شرک نباشه، ایمانی که در اون کفر نباشه، طاعتی که در اون گناه نباشه، اخلاصی که در اون ریا نباشه. خدایا بهترین ها را به ما بده، به ما و خانوادهمون و فرزندانمون و دوستانمون. خدایا چنین کن سرانجام کار و خوشنود باشه و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. دست همدیگه رو بفشارید، همدیگه رو حلال بکنید. خیلی دوستتون دارم، هم شمایی که اینجایید، هم اونایی که دارن میبینن و میشنون. خدا یار و یاور و نگهدارتون. خدا حافظ شما و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.